در کدام ولایت افغانستان بافته شده؟ قرقین بافته شده لالا. قرقین. قرقین در بغلان میشه؟ نه برادر، در انخوی تیر میشی، از اقصا تیر میشی، از انخوی تیر میشی همونجا. مربوط کدام ولایت میشه قرقین؟ جوزجان. جوزجان. بله. آفرین. خب از این 50 متر هم کس پیدا میشه بخره؟ بیادر چرا نمیخرن؟ این 50 متر است، اون 100 مترش براتون نشان ندادیم؟ اون 100 متر را کس خریده تا را؟ ای بیادر مردم افغانستان از دیگه سر دوستی دشمنی اون خودت میفهمی چه رقم گپاست بیادر، فهمیدی؟ بدبینی از قالین ما $1,00,000 امریکایی گفته بودیم، یک جوری بسیار چیز بالای خاص است و فهمیدی برادر، ما اون رقم باز $15,000 هم داشتیم، $30,000 هم داشتیم، اما 100 متر را باز مردم از شیطانت هر رقم گپ است. ما از خدای خود راضی هستیم، شکر چیزی که خدا خواسته باشه همون میشه برادر. تشکر بیادر، راه را نگیره جمعش کنین. این قالین 50 متر را هم دیدیم، قالین 100 متر را هم شما تصویر شدیدین. اینا جمع کردن از جام یک مهارت میخواد. از دو طرف دو رنگ معلوم میشه لالا. از دو طرف دو رنگ معلوم میشه. بله. بسیار گل نو دیزاین را. از طرف سفید معلوم میشه، وقتی قات کردن سیاه معلوم میشه. نه زرد معلوم میشه، زرد چرا؟ خود در تاریک شد نه؟ این دکان هم از ماست برادر.